دیگه هستی گیلا چی به کسی خو کردی؟ هیچی. کوبا کردن کسی تو نگاه کنو بانه چیه که غایی میکنی گیلا؟ چی؟ کوبیرو کسه کن چیه؟ چیه؟ کوبیرو کمه کن بابا من نصف نگاه داشتم به این شو خو و چیه هسته که نصف نگاه داشتی؟ تو بیرو بکن من قد بیدی من بستیری بخیری و چیه گیلا که بستونو بخورو؟ چیه؟ کوبیرو کو چیه که غایی کردی گیلا؟ بیرو که نمیخورش دادن گوشنی بودی تو او چی خوابت که خواه خوردم مشکش تو استقونه میگی تو نمیخوری چی؟ استقونه میگه چه کار استقونیه مغزینیه مغزینیه من میاشت روزه دارم که مغزینه داخل از این مغزینه گیلک تو استقونه میگه چه کار وسط کنی از این قسمت میبینی دوشتگی وسط از این گیلک بومون ایکو به بوی آماده چی؟ ایکو به بوی آماده میگه چه کار کنی بوی چیه؟ تو هم استقونه میگه چه کار کنی تو ما بگو این شو نصف دیشب میمون کاکا خوبیدم خب اینا ساعت من بگیشتن لو کرک دیشتن بیس اینا که بومون نه هایدی که سر شده نصف وسط مغزینای بومون نکه بایتا ایتا تکو این بگی تو محکم بگی شما چه کاری داشتی بوده استقونه بوده به دست خود بگیرم ایتا سکت ایتا به دست یعنی گیلک تو میخوری چه کار میکنم پس میبرم به گواه میبرم استقونه میخوری تو نه بابا این وسیطی های بس کنینیه این مغزینه داره یعنی بگو ما هم بود چورم ایتا بگو گوشت خود مغزینه بیری کنم گوشت میچیرون دیگه وای 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 گیلکی به بوی آماده تو نگاه میکنی بعد از افطار می بخوری بوی میده من به سر من به بوی میایه چی وا میشه همین عقل نداری که سر تو بوی وا نمیشه برو ناجور میشه نه خود چیزا چی مثل از اینا 100 تومن تو زمین خود چه دیشب می عقل گوشت خود نخود وای گوشت داره هم استقونه کجا کجایه تو وسط دوشلگی سک همه است روزه مال دو کاسه شوروا میشه آخه شما خود تو اسیدی بخیلی خاطر ندیاریم شما گوشت نمیخوریم نانی ترش و سبزی میخوره Noi azeri kisi bu dali azeri pe trebuie la la kisi ne kiu işte. Diye iftada باشه این. هرچی هم میگم که سوم نیه. تو خدا. ای والله. همین که بیاد. کجی؟ بله بیا. نگو. azeri ببیلا تاکسی تو بدن شو. نه بابا من پول چه کار کاکیسی شما بردارم میشه وردیشی بشه وردانیشی نه ما دادم تا پول کاکیسی شما آوردشتم بدون اجازه شما دمی که به شما میگم بابا یک پیستی یا یک جایی بدیم خود شما اگر بدیم برو حتی کسی ما وردار اگر تاکسی از کار نمیره ور میدارم دیگه پیش خو که ما ور نمیدارم با 1000 روپیه چری بابا azeri به گم شدن حالا نمیفهم دیشه سودا سن azeri به تاکسی ندالی نیه ازری به کجا بده بابا مگر دهنم بند باشه به عمر خود کسی شما ازری ندیدم به عمر خو وقتی که ما بچه شما شدم خدای پاک مر به می دنیا بداده به کسی شما ازری ندیدم هر چی دیدم پینجهی دایی بیستی خلاص بالا با شما میگیم 1000 روپیه نگو بله همیشه که تو میزنی اگه مردم بشه میگه بعد هیچی اصلا در پول کسی همین پیار زنیه به زندگی خود نه دایی که هست یعنی از ازری من گفت زدم بابا که 1000 روپیه من تو حالا به کسی شما ندیدم بعد دیگه دستان نگردیم کجا بیده بابا خبر نداری هم دیشه هم گیلک من خانه و میمون ما بود با بالا میخواه که شکم با ایلا بابا خودی دست پرا پا برای نیه ایلا نفهمی هم هست بی عقلی هم که هست 99 تختی هم که کامل خیلی و دو دست پرا پا برای هم نیه دوزیه بابا به دو مرغا غلی خو میتونه باور کنی میبوری میفیشی من که بالا میشکم بود ندیدی ولی نه تو پدر شد از سرامه چون چی شد داره بگه پشت گوشا خب بابا دیدیم پولا رو میبینیم گم شد برابر از کار خب فایده نداره نگردیم خدا نقص سر نده بابا داره چراغا روشن کنیم
شهر چراغا روشن کنیم یار دلبره یار دله لا اشتني اشتني جانجور اختیار است خیلته لا بله چیز میز جوندی که با قایم میکنی چی؟ چیز میز جوندی نه خب واسه تو کار دوز عباس خاطری میفهمی چی یک چیز دیگه هم هسته چیه خاطری که دندون me درد میکنه اینا نتونستم بخورم بچیرم خب دیگه تو دیشو دندون تو درد نکرد اون نگاه داشته باید چه خب های بشار اینا پاک میچیرم دیگه نه تو عقل کمال بچیری برو گیلک برو خب شو خودی هم بیام سلام کن اشتنی کن بجا جانجور جانجور. خیال هستن خیلی هسته جانجور نگو بله خب یک چیز از تو سوال کن دق کن نمیشی یک چیز از من سوال کنی دق نمیشم نه دق نمیشی نگو اتا کسی نظر پپیل نداشتی بله اتا کسی نظر پپیل نداشتی اکدو کسی شما اتا کسی تا بغل می گردنم بند باشه کسی تا بغل شما او کوکو یا شما کوکو از زن خب بیشتر عقل کمال نداری تا بغل شما کسی از کجا آورده آنه اتا کسی میگو نداشتی کسی اسکت شما همون بگه کسی تا بغل گفته میشه دیگه آه. ما دیونه که دیکو راست میگه شما یک گوشتر بیدی برخوردگی نبودی چی چیلک یعنی ور نداشتی چی؟ گردنم بند باشه اگه لنگم من اصلا در خصوصیت ذاتمه ایتی ببینم که گذشته باشه ور میدارم میگم کاکو یخشمان پولو ذاتم غلطه یعنی کما که شک کردم گیلا غیر از تو آدم که دیگه کس هم خونه من نبید دیگه بفهمیدی گیلک جو دیگه نشی که کیساتور میپالم بفهمیدی چی؟ کیساتور تو بس گردنم بند باشه کاکو خود تو بس تک مسایی کنو سر شما دارن که سر شما رو به پای من تنبرکو نمیدم چوب اگه باشه تو صبر بکن من یک زد که خصوصیات باشه تو صبر کن خصوصیات تو ور نمیدونم خصوصیات کاکا ور نمیدونم دندون من درد میکنه کاکا من خاطری همون رو گادشتم تو صبر بکن یک کاکا جان من خاطر دندون من درد میکنم من خاطری همون رو گادشتم کاکا او میفهم که دندون تو درد میکنه تو بس تک این سقونو چه تو تاکیسی خو کردی؟ اینا ده خود دیشب خلاصت من بگدشتم پیش من ماستم بچیرم استقون بچیرم دندون ما به درد آمده دندون ما که درد بکنه که اینا زیزیفیه این شو بخور نگاه داشتم کوکو جاوه تو بومر خوب بیش نخوردی؟ نه دیگه همی دفعه اول از اول ما ولا کلمه این همی دفعه که سر خوردم معرفی شدم به گوشتات دیشب اینا خراب میشه کوکو جو تاکیسی تو چرا خراب شه؟ این تانه ماشوم اینا خراب میشه جام بچی به جای نمیده که آسیب ببینه میگن گیله گوشیار شده شیار شدم دیگه نگو واقعا گوشیار شده مای ما قابل نداره نه ممه نه ما دیزی نمیکنه کاکا خدا حافظ کاکا یعنی در جمع اینجا میرفتیم یا ایته تو ایته میری ایته آه خدا حافظ خوش نمیری برو برات که دل بر خوب ببینو بابایو پلو دل بر خوب شیدو بابایو پلو دل بر خوب شیدو و تو خیلی بایم یاره هیرتی و تو خیلی بایم یاره هیرتی ولی لالا با زلفاتو بچیدو خب پاتو با سکندی کجا میده یو برتر دیگه همین چارت نخور برو بست تو ده من نه تب بچه کمی بودی شغلم اشتنی آقا بلای گوده نباشه میگم باشه که مثلا دوستان اختلاط کنم نه والا خود گپ می‌نوشته خود همین که آقا به تو سکر همین دست از این رو بسته رو خیلی پیش داره یک سنه با خونگی میکنه همین چهار دونه پا بخونه و بده کپیش هر گواه ایره که به تو گپ بگو سر تو شاه خودم کنه اوه تو یا سر برال کنی بگو من این برال تو کی عقل یاد میگیره آروز که به قیامت مومنه یار شغل واقعیته این برال تو گلک هم دلبر یا دلبر دلبره او دلبره باب برا دلبر همین تیمی آده بفهمیده این خلیتی به دستی می اوه ما گفتم سعی کنم و کجا این خلیته چی تازی این خلیته چی هسته همین خود خوش آمد کردم گیلک تا خلیته چیه استقونه
استقرار چه کار میکنی؟ هیچی دیشب با خانم ما نوروز میمون بودم خب دندون دردم بودم گوشت ارده بود که یک پوری گوشت نبود همه استقون بود بلوک استقونه به خم افتاده بود گفت من دندون درد کرد گوش کرد نتونستم بود چرم نگارشون به امشب افطار که بعد از افطار بود چرم پس این رقم یاره گیل اگاخی تا خلطه به بوی میایه میگه بوی چیه راست بگی راست میگه واقعا چرا که ابی برار بگی لک هست خب باید از این نوبتی داره و هر شبه که نریم مثلا به جای بمود باشه یک شعور بموره یک شعور بموره مثلا یک وقتی که به جای بمود باشه مثلا به یه هفته اینا بمود کاکانه روز بودم دیشم یادن 400 فهمیدی؟ باز همین لالا بگی لک هست رسد گوشت بر میخره رسد گوشت بر میخره بگه قولا بگه گوشت ها تو باب چند مثلا بگه باب 20 روپه بگه با جمع باشه بر بداره در روی یک لقمه بکنه بخوره چیه مادر شما؟ و خیلی گوش خوش ندارو گوش برد نمیخوره آره همین برا باب چی کارا میکنه استقوار تو چرا به کسی کنی همین جناب همین بار پاک شلاب ندی تو بکه تو ساعت دفعه بگو گی لگمه از تو شیارترم تو میگی نی من شیارو نکن بر رو بیا بابا تانه بده بگو به یوا حالا شما رو خب دیگه بخی با باغ افتاده باید بخوره باش کوی که بخیر و دعا کنه که وقت تو برتر باشه رو دور باش امیرالله دور باش سلامتی چی بخواه خوشحالی از بعد ما و شما دیگه 24 تا مگه واسه هم یا یک باشیم کسی که فایده داره که چی رو آدم پیدا میکنه خب چکار شده دستی گفتنده که جلوان یک گفتنده گفتن بده و من سر ماروزه کیلات الوامیدم نده دیگه که مثل چکار و فلانه اون گفتنده رو همه پیش تو بمونده هر روز با سه میپوشم نگه من نمیمونه یک گفتنده به خود جمع نکن هم یک یا نصف گفتنده حداقل کیلو گوشتی میشه داده دوات و گیلک میزدی یک من استخون به دستی و چیزی شبسته که ببول کاکا خوده استخون ها و کسی گیلک اینا و کسی تو دست تو چه کار میکنه این چی بدی شب دندان درد بوده می استخون ها رالی به این چه افتار کنه گالی کن نمکش میکنه آدمه بابا چیزی بگم لالا رمضان اگر بری همه آدم 20 تا گوسفندم که ندارم بخوشه این سرگوش نمیشه والا سرگوش چی داره میگه از شب روزه تا بالی دیشب نمو خونه کاکا خود گوش خوردم او هم گوش نبوده هرچی استخون دیده و پیش میکنه گفت فاضل مگر تو رمضان باور کنی آدم ساده گفت راست میگه چرا تو بالا گفت میپیشی میرولا جان برار جو همون جو برار هم یه سادی گیلکی بیخی تستم یکی دگم یک جوری کشیری عقل ندارم مسلمان دیگه تو باید دست خوب سر اینا بکشی رمضان چه دفعه میکنی که چی بگم گوشت هم ببرم بتونم بخورم جو برارم کار میکنم نمیتونم 1 کیلو گوشت خوب بخورم سختی میکنم یار اینو لب تو هرچی سر نیارم تو سر بند میاری ایره باشه برن گمش گو فایده نداره سر بس افطار میری خود ما سلامت ممکن ناجوانی بیدی جون یک گسپند نداری ما روزه هم پیش شد برا خیره باشه گفت اینیه